سلام آقا. امشب موشکاف بازم مجبوره کتشو در بیاره و بره وسط رینگ. آخه هر چیز زمان میگذره بوکس علی گدا و اکبر کوسه جنجالی تر میشه. یعنی الان دیگه صحبت سیخ و سنبه و گوشه و کنایه نیست، الان دیگه صحبت کف گرگیه و صحبت لگد چرخشی و صحبت فیلیپینیه. اول از اکبر کوسه شروع میکنیم. هاشمی رفسنجانی گفت در این برهه وظیفه همه دلسوزان و احزاب و تشکیلات در دایره انقلاب است که با ورود به انتخابات زمینه خلق یک حماسی سیاسی دیگر را در اسفند ماه فراهم کنند. در تاریخ معاصر همه مستبدها به تدریج کنار می روند و حکومتها در سایه انفجار اطلاعات و آگاهی جامعه به سوی رأی و انتخاب مردم پیش می روند. میبینید حلیم انتخابات چطوری این اکبر شاهو به حول و بلا انداخته. همچی از انفجار اطلاعات و کنار رفتن مستبدا حرف میزنه که هر که نشته زدش فکر میکنه یارو سالها تو خط انقلاب نارنجی بوده. جالب اینجاست که ورق پاره هاشم هر روز عکسای درشت همین شیخ اکبر رو میزنن صفحه اولشون تا علی گدا رو اساسی بچزونن. هاشمی به منزله پدر نهضت. میتوان ایشان را به منزله یک پدر برای انقلاب فرض کرد. حق دارد نسبت به نظام جمهوری اسلامی نگران باشد و نسبت به مجلس خبرگان که مهمترین نهاد تصمیم گیری در کشور است دغدغه داشته باشد و اثرگذار نیز باشد. ملیجک امام و اکبر کاوچی و اکبر کوسه و حاج خاطره کم بود، پدر نهضت و پدر انقلابم به القاب رفسنجانی اضافه شد. اگه کوسه پدر نهضته پس علی گدا چی کار است؟ لابد با جناق نهضته. دیگه تعارف و این حرفا هم گذاشته کنار و صاف بایستاده میگه خبرگان رو رد کن بیاد. از اون طرفم دست انداخته که دم به سپاه و قیچی کنه و نوک علی گدا رو بچینه. اینکه فرمانده سپاه وارد صحنه شود و با رئیس جمهور طرفیت کند قطعاً خارج از وظایف سپاه است و از مصادیق ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به عرصه سیاست می باشد. چنین تصوری موجب می شود به تدریج وارد عرصه های دیگر هم بشوند و همه چیز را در قبضه خود بگیرند و به یک خود همه کار پنداری برسند. همزمان با این خیز اکبر کوسه و جماعت جام زهری، علی گدا هم با پیاده نظام و سوار نظامش افتاده به دست و پا که هر طور شده عمامه ولایت رو نگه داره و خودشو از این مهلک انتخابات در ببره. آیت الله محسن حیدری عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه هاشمی تغییر کرده است گفت تحولات ایشان سقوط از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب است. مدعیان حذف شعار آمریکا از سوی امام جاهل نیستند، بلکه برای پیشبرد نفسشان دست به تحریف می‌زنند. بفرمایید. رفیق 50 ساله علی گدا که به گفته عظما فقط یه اختلاف سلیقه‌هایی باهاش داشت، حالا با مخ از ارزش‌های نظام سقوط کرده و شده جاهل و تحریفگر ارزش‌های امامشون. همینه دیگه، وقتی کار به جای باریک میکشه و پای انتخابات میاد وسط، دلواپس و دلارام وحشی میشن و پرده ها رو کنار میزنن. برخی اطرافیان دولت کوشیدند در نقشی پدرسالارانه نسخه اصول سیاست خارجی ایران را یکجا پیچیده و با تمسک به بوقچیان رسانه‌ای غربگرا عزت و حکمت را مقابل مصلحت ذبح کرده و به اصطلاح خودشان جام زهر به کام استقلال کشور جاری کنند. هیچی دیگه. اصل حرف اینه که تو این وضع اوضاع همه مشت و لگدای باندی تو یه جا فرود میان
اونم همین دعوای انتخاباته. علی گدا با شورای نگهبانش اومده وسط و کوسه هم با دولت جام زهریج. هرچی اینا بیشتر بزنن تو سر و عمامه هم آشولاشتر میشن. اون وقته که فک علی گدا و کوسه میمونه و مشت ملت. پس بذارید بکوبن تو سر و کوله هم، هرچی بیشتر بهتر.